حقایقی درباره ریمل چه شاید نمی‌دانستید. ریمل یکی از پرکاربردترین لوازم آرایشی می باشد که روز به روز استفاده از آن حتی در میان نوجوانان نیز گسترش یافته است و با گسترش استفاده از آن و تنوع ایجاد شده عوارض زیادی نیز در مورد آن گزارش شده است. عوارض احتمالی گزارش شده: ریزش مژه‌ها به ویژه هنگام پاک کردن نامناسب و استفاده زیاد از ریمل‌های ضد آب. 2. عفونت چشمی به دلیل وجود مواد رنگی به داخل چشم. 3. خشکی و تحریک چشم. 4. آلرژی. 5. مسدود شدن فولیکول‌های مژه. انتقال عفونت به ویژه هنگام استفاده مشترک یا استفاده از برس‌های آلوده. و اما نکات مهم برای کاهش آسیب: اول، استفاده از ریمل با برند و کیفیت معتبر. دوم، عدم استفاده از ریمل تاریک گذشته و یا تغییر رنگ یافته. سوم، عدم پمپاژ برس داخل ظرف، چون باعث ورود هوا و رشد باکتری ها می شود. چهارم، پاک کردن کامل ریمل پیش از خواب با پاک کننده های مخصوص چشم. پنجم، اجتناب از مصرف روزانه و مداوم. ششم، تعویض ریمل هر 3 تا 6 ماه یک بار. توجه به علائم حساسیت مانند قرمزی، خارش، اشک‌ریزش. و اما مورد آخر، اجتناب از استفاده هنگام التهاب و عفونت چشمی. بهتر است خاطر نشان کنم که قبل از انتخاب وسایل آرایشی نیز با پزشک خویش مشورت کنید و نیز در صورت استقبال شما از این مطالب در پست‌های آینده به معرفی برندهای خاص برای هر مژه خواهیم پرداخت.